الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم برادران أهل الإسلام أولا الحمد لله والخداوند را بعد از اون درود بیادب بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بعد از اون رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اولا عزیزان من ما شما را به مناسبت فرارسیدن انشاءالله روز مبارک جمعه و بخشوده شدن انشاءالله این مسجد مبارک خانه خدا انشاءالله تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی کسانی که در اینجا انشاءالله خدمت کردن البته انشاءالله چی مالی و چی جانی و چی زبانی از همه ما و شما الله سبحانه و تعالی اله راضی باشد و الله سبحانه و تعالی انشاءالله مکافات این انشاءالله مسجدها انشاءالله جنت است. در جنت الله سبحانه و تعالی علاهیده برای ما شما قصرها انشاءالله خداوند بنا میکند. پیغمبر بزرگوار علیه السلام میگه من بنا الله مسجدا بنا الله فی الجنت قصرا. کسی که در دنیا انشاءالله یک مسجد میسازه الله سبحانه و تعالی انشاءالله در جنت برای وی قصر میسازه. انشاءالله مکافاتش همین است انشاءالله خداوند. برای ما شما همه کسانی که در اینجا خدمت کردن از وی الله سبحانه و تعالی راضی شود و روز قیامت الله سبحانه و تعالی مکافات بهتری که در جنت انشاءالله خداوند سزاوار میشه این هم قصرهای جنت و باغهای جنت و دخترهای جنت است. انشاءالله الله سبحانه و تعالی برای هر یک ما شما اله میسر میگرداند. عزیزان من محترم یادتون درباره انشاءالله خداوند جماعت یعنی نماز خداخواهد یعنی 5 وقت به جماعت خوندن چون درباره مسجد چند روزا انشاءالله صحبت بگیرد. الحمدلله درباره نماز به جماعت خوندن انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت بشیم. چون این مسجد اگر ساختن بعد البته مسجد زیباییش انشاءالله انسان است. عزیزان من مسجد زیباییش گلو گلزار، مسجد زیباییش گلوی سمرقند، مسجد زیباییش لوکس دیده نیست. مسجد زیباییش انشاءالله انسان است و انسان انشاءالله مسجد چی میشود زیباترین انشاءالله موضع میشود. ولی انشاءالله که ساخته البته جماعت که میخواهد انشاءالله 5 وقت نماز ادا کردن حرکت کنید. میگه قدر مسجد از به مسجد ها پرسید. شما قدر مسجد رفته خدا از دهه شرق‌آباد پرسید، از دهه قزلقیا پرسید، از دهه لیمبور پرسید، از دهه دیویدان اونبرا پرسید و یا قدر مسجد که بودنش میدونه انشاءالله خدا خواهد. دیدار شکون میزدم که کاش که در خدا خواهد موضع ما هم چی باشد جایگاه ما هم انشاءالله یعنی مسجد باشد با جماعت نماز کنیم انشاءالله خداوند. چون که مسجدی هست خداوند یکی دانشکده یکی اکادمی هست. الحمدلله چون که هر جمعه شما از اینجا چی کنید غذای معنوی نبوی بکنید. الحمدلله پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم از مکه مدینه که رفتن اولین انشاءالله ساختن چی مسجد ساختن. خانه نساختن، در نساختن. اولین چیزی که بنا کردن پیغمبر بشیر و نذیر و چراغ تابان چیکار کردن؟ الحمدلله مسجد کردن. خانه خدا را آباد کردن. بعد خانه خودشون چیکار کردن؟ شروع کردن. باید که ما البته خانه خدا را باید که آباد کنید انشاءالله. الله سبحانه و تعالی انشاءالله تو دنیای ما شما را آباد میکنه. خدا خواهد انشاءالله. برای همین همه مستقر انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم بکنیم این خدا خواهد موضع را انشاءالله خواهد بجاش کنیم. این موضع را دایم پیوسته طاعت عبادت 5 وقت نماز خدا خواهد انشاءالله با محبت با یک عشق انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم این عبادت الهی را خدا خواهد بجا بیاریم. نماز محترم جماعت
5 وقت را مردها عیناً در مسجدها باید که ادا کنند ان شاء الله. انا ما شما الحمدلله من این حاجی ها مبار نکردم، الحمدلله حاجی ها چیکار میکنن در کعبه و مدینه؟ کعبه مکه در مدینه هم نماز میخونن الحمدلله، 5 وقت نماز با جماعت میخونن، در عقیب امام استاده الحمدلله نماز ادا میکنن دائم در کعبه. این خدا خواهد وقت اکثر وقتاش نمیدن در چی؟ طاعت عبادت انشاءالله خدا خواهد. همین مسجد ها را انشاءالله چی است؟ دویو انشاءالله خدا خواهد خانه کی است؟ الحمدلله الله هست. این بیت الله حساب میشود، یعنی جانشین همون کعبه. الحمدلله من در روی زمین الله سبحانه و تعالی مسجد ها را چیکار کرد؟ با واسطه پیغمبری بزرگوار از آدم کشیده تا خاتم. الحمدلله چی؟ این مسجد ها، این خانه کعبه الحمدلله بنیاد بود خدا خواهد انشاءالله. برای این همه سر کرده خدا خواهد چیکار کنیم؟ 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد با جماعت بکنیم. نماز با جماعت طبق خدا خواهد آیه کریمه فرض است عزیزان من. خدا سبحانه و تعالی در سوره بقره 43 آیات میتونیم به خدا مراجعه کنیم. الله سبحانه و تعالی امر میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وارکعوا مع الراکعین. این رکوع کنید شما با همراهی رکوع کنندگان. همین آیات دیگه نماز جماعت انشاءالله خدا خواهد فرض است. همین آیت دیگه که خدا ما شما امر دارد که رکوع کنید با همراهی رکوع کنندگان. لیکن مذهب امام اعظم رحمت الله علیه یعنی با جماعت خوندن انشاءالله 5 وقت نماز سنت مؤکد است. الجماعت سنت مؤکده، کتاب مختصر کتاب هدایت دیگه که یعنی نماز با جماعت خوندن سنت مؤکده است. مؤکده دیگه چیز تاکید کرده شدگی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دائم نماز چیکار میکنن؟ با جماعت برپا میکنن. در دوام خلافت 23 سال دعوای پیغمبری شد، 13 نماز به جماعت خوندگی خلاص. یعنی دوام 23 سال با 13 تا فقط نماز در جهاد و در دیگر بعد بیماری ها دیگر چیزا که اگر نماز جماعت ترک کردن یکی دیگر وقت 5 وقت نماز چیکار میکردن؟ الحمدلله در مسجد الحمدلله چیکار میکردن؟ برپا میکردن. سنت مؤکده بود که ترک کنندش گناهگار بشه. خیلی جوانایی که واقعا در کار هستن، جوانایی که در خدمت کار میکنن انشاءالله تانمگاه ها وقت شده که جوانایی که بیکارچی هستن اختیار در دست خود داره، برای شما انشاءالله جماعت شرط و ضرور. انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ جماعت انشاءالله خدا خواهد اشتراک کنیم. 2 رکعت نماز با جماعت میدانیم. صلاة الجمع افضل من الصلاة الفرد ب27 درجه. یعنی نماز با جماعت از نماز تنها گذار 27 کرد بالا می‌رسد. شما اگر 27 رکعت در خانه نماز خونه و 2 رکعت اومده در عقیب امام در مسجد خونه، این افضل است انشاءالله. یعنی افضلش ما چی در کار است؟ برای ما شما ثواب در کار است انشاءالله. یعنی نمازدار انشاءالله چیکار کنیم؟ یعنی با جماعت بکنیم. در کتاب مشکات مصابیح خلافت حدیث پیغمبری بزرگوار است. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که گفتن نماز 5 وقته رفتن در مسجد رفته با جماعت در عقیب امام اگر ادا کنه، 5 وقت نماز مسجد اومده در عقیب امام اگر نماز ادا کنه، خدا تعالی برای 5 تا نعمت کرامت میکنه برای اسلام. 5 نعمت مکافات انشاءالله الله سبحانه و تعالی منتظر میشه. کتاب مشکات میگه یکی همین انشاءالله خدا خواهد میگه فقیری را از او دور بگرداند. کسی که 5 وقت نماز با جماعت میخونه کمبغل نمیشه. اون مکافات. ما شما از کمبغلی همه میترسیم از کمبغلی. ببین کمتر اگر پول کمشا مثلا بشه. ببین از کمبغلی میترسیم. خواهیم که ما شما بانکرات نشیم، خواهیم که ما کمبغل نشیم انشاءالله چیکار کنیم؟ وقت نماز انشاءالله خدا خواهد با همراهی ایمان انشاءالله خدا خواهد با جماعت ادا کنیم. دوم انشاءالله نعمتی که خدا میداد است برای ما شما از عذاب قبر رو خلاص می‌کنه. انشاءالله خدا خواهد اگر ما شما 5 وقت نماز انشاءالله با جماعت کنیم، الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر رو شما نگه می‌داره. عذاب قبر حق است. امام اعظم رحمت الله علیه میگه عذاب قبر حق راست
نامه اعمال او را به دست راست بدهد. کسی که اگر 5 وقت نماز با جماعت بخواند نامه اعمال روز قیامت داده می شود. عزیزان من هر یک کیتی ما شما در کامل است ایوب نبود ولی کامل است تو رو کامل می‌دازد. اگر پیش میاد مثلا نگه دنبال کامل نیست دیگه. اگر از کامل هم می‌دازد. نه که ایوب نبود که تو تا کامل الهی در سر کیتی هر یک ما شما چی از کولیچون است شب روز. و نه شمال نه رد نه سرد هیچی کشته نمی‌ده. همین نامه اعمال بگم طرف راستنگیش خدا قرآن نوارده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. خدا میگه کرام الکاتبین میدونن اون عمله چیو میکنه. طرف راستنگیش هر یک ثواب نوشته میره ایو نبرو نمیگی نامه میگیری امروز من اگر دنیا جنایت کنی پروکراتور چیکار میکنن دیده میکشن تو ببین دیده را پول میکنن بعد دیده سود تقسیم میکنن سود انشاءالله چیکار میکنن سود میکنن. همین دیده ولی روز قیامت همین نامه اعمال هر یک تا گرفته پیش الله میره هر یک تا گرفته میره همین از بعد با دست الله داده میشه و من یوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. خدا میگه کسی که نامه اعمالش از طرف الله داده میشود باید حساب کرده میشه حسابی سبوک. و من یوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا. کسی که نامه اعمالش از طرف چپ داده میشد برای حسابی سخت. اگر خواهی که انشاءالله خدا خط بگر روز قیامت همین نامه اعمال ما شما به دست را شود 5 وقت نماز انشاءالله چیکار کنیم به جماعت انشاءالله ادا کنیم انشاءالله. یکی دیگرش انشاءالله خدا خط چهارم از صراط مثل برق بگذرد. انشاءالله روز قیامت در بالای جهنم پول صراط کشیده می شود. امام اعظم رحمة الله در عقیده‌اش میگه از صراط حق یعنی بالای دوزخ کشیده می شود 3000 سال این راه دارد برادر 1000 سال بالا می رود 1000 سال هموار می رود 1000 سال میشوی است 3000 سال این راه است از بالای هوا میگذریم. خواهیم که مثل ما شما در دنبال کاریم یک چشم پوشیده شدن اگر انشاءالله خواهیم نماز جماعت ترک کنیم انشاءالله 5 وقت نماز اومده انشاءالله به جماعت ادا کنیم. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی البته به بهشت خدا خواهد ما شما را داخل میکنه. این مکافاتی با آخری چی است؟ انشاءالله جنت است. عزیزان من جنت برای خدا خواهد متقیان برای طاعت عبادت کنندگان الله سبحانه و تعالی بنا کرده است. حال بنا است. الجنت حق کتاب عقیده میگه جنت حق است و راست است. جنت ای حال بیناشتگی است. ای حال ما مکافاتات نمیگیریم. ای حال ما خدا و قصرها بنا میکنیم. ای حال ما شما با خود درچها بنا میکنیم موافق عمل میکنیم. پیامبر خدا محمد علیه السلام شب معراج اومدن دیدن که فرشته‌ها بنا ساخته شده یک قصر ساخته است یک ریشتش از طلا یک ریشتش از نقره است. چون که ریشتای دنیایی نیست که ایار و خلق نیست. ریشتای و یک ریشتش از طلا یک ریشتش از نقره جنت قصر است. یک بار فرشته‌ها دم گرفتن کار نکردن. حضرت جبرئیل برادر شد یا جبرئیل گفت این چیکار میکنن برای چی دم گرفتن باید پس کار بدن همین آدم از صاحبش اگر ذکر ندراید تا عبادت ندارد نماز کار میکنن قصر بنا میکنن. یعنی همه قصر موافق عمل ما شما میشه. ظالمان البته عمل انشاءالله خدا قبول کنیم. اگر ما شما تا این روز چی گناه ها کرده نمیکنیم انشاءالله خدا اون گناه ها رو مدرید کرد. فرشته دستی راست فرشته دستی چپ موکل است. دستی راست که دستی چپ اگر ما یک گناه کرده نگر می‌نویسیم که فرشته دستی را گرفته که 7 ساعت کیف بیست 7 ساعت بیست شاید یک بار استغفرالله بگویم شاید یک بار توبه کنم گناه شده نیست. مهربانی خدا ما شده مهربانه لیکن ما خود داریم ما خود مفرمان خدا پیغمبر نمیکنیم ما شما خدا ما بعد خفش نفت آخر میگم فلان ولی همین خدا خواهد انشاءالله 5 وقت
و جماعت انشاءالله ادا کردن حرکت کنیم. اگر نکنیم انشاءالله گناهکار بشیم پیش الله خودم، پیش انشاءالله خدا خواهد پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم روز قیامت. سوره نساء الله سبحانه و تعالی میگه اهمیت جماعت بینه. خدا چی میگه؟ در سوره نساء آیت 102 بتونه شما مراجعه کنید. سوره نساء آیت 102 یک سوره زن هست. خدا چی میگه؟ اگر در میان آنها بودی میگه نماز خوف را برپا کردی با یک گروه با آنها 20 حتی که در جهاد هم بینه جهاد و پیغمبر اسلام رسول رفته ساده است. وقتی که نماز پیشین میشد گروه را تقسیم میکردن صحابه. یک قسمش طرف دشمن را میزداد، یک قسمش یک رکعت میخوند. این اون طرف همیشه 4 رکعت نماز 4 تقسیم کرده صحابه چون میکردن میخوند. خدا بس اگر مادامی که سخت بودن شود نماز جماعت تر بگید. تا چه اندازه نماز جماعت مهم عزیزان؟ تا چه اندازه؟ حتی که در جهاد هم پیغمبر بزرگوار علیه السلام نماز جماعت نماز تکشمون به نماز نهاله فقط نمازش یه الحمدلله جماعت مهم بودنش تا چه اندازه در اسلام عزیز فقط اعتبار بودنش. پیغمبر اسلام که بزمین ترینی گفتن انشاءالله نماز برای منافقان بدونه چی هست؟ بزمین ترین نماز بودن برای منافقان 2 نماز هستن. نماز خفتن و نماز بامداد. نماز خفتن که نماز بامداد برای منافقان این سخت‌ترین نماز است. ببینید این امام بخاری امام مسلم روایت کرده حدیث است. باید که ما نماز خفتن از دست نتیم از داریم. لیکن نماز بامداد از دست نتیم انشاءالله خفتن. نماز بامداد نماز خفتن در همه اشتراک کنیم. همه بیان خونه انشاءالله خفتن. اگر نیایی منافق میشه. منافق فکر چی است؟ منافق دو میگه. من از پیش من نمیخوشم نرد نکنم پیش من نمیدام من گرمه نکنم. گاه نماز نکنم گاه نمیدام. خدا وعده کرده این المنافقین فی درک اسفل. من منافقا این پسترین جا نمیکنم. اگر دوزخ قبل داده پسترین برای چی دیدام نیست گناه میکنم. دیدام نیست عرب میکنم. دیدام نیست زنا میکنم. دیدام نیست دروغ میکنم. دیدام نیست فیلم میکنم. دیدام نیست پرسل میکنم. دیدام نیست شروع میکنم. مردم که در میکنم. میدونی گناه کنشم. میدونی انشاءالله خدا خواهد جواب بدهد. میگی خدا نمیدهد. این انشاءالله خدا خواهد باید با نمازخانه حرکی نباشید. همیشه نمازخانه که ایدستش با یمام از آزار نکشد. نخواند نه پدر، نخواند نه مادر، نخواند نه زن، نخواند نه فرزند، نه کیدین، نه عروس، نه همسایه، نه هم محله از دست نمازخانه باید که راحت کنند. این نماز نیست. اگر نماز کنیم با همه گناه ها کنیم اگر نماز نیست. حضرت عمر گفتن کدام نمازی که گفتن در همه دنیا برای شما فایده نمی‌دهد در قیامت فایده‌اش نیست. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. میگه نماز شما را از کارهای بی‌شرمی حیاتی باز می‌دارد. نباشید به نماز نیست. گر نماز از دستن صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. اما کعبه اگر در دل پرای کینه و عداوت و بغض و حسد باشد همونجا نماز نیست. در دین میگه چون کجی سوی برخواب چی سود؟ چون زهر در دین رسد فریاد چی سود؟ تو ظاهری خود به جامه آراسته ای دلهای پلید تو جامه پاک چی سود؟ چی سود میگه صلت در کلت فقط نمازی در بیرون باشه. صلت فقط 12 متر باشه لیکن در اون چی؟ نسبت برادر، نسبت اکا برادر، نسبت پدر، نسبت مادر کینه عداوت داشته باشه. نسبت همسایه، نسبت محلگی باید فایده‌اش نیست. سر بزرگ نموندن
افضل منهما دو خصلت است که از بین خوبتر خصلت نیست در دنیا گفتن. یکیش گفتن چی است؟ ان نؤمن بالله، و خدا ایمان آوردن، و دیگرش فایده رسوندن به مردم. از ایمان به مردم فایده رسوندن. دو خصلت است، اول بدتر خصلت نیست، غیره افراط‌تر خصلت نیست. یکیش گفتن به خدا شرک آوردن، یکیش ضرر رسوندن به مردم. امروز ما شما چه بچه‌ها شونده شدیم که پدرش امروز پریزنان ندارد. نمی جامعه نمازخوان با اگه نه جاگه اگه نه پدرش مسلمان ندارد، مادرش ندارد، این نمازی نماز این نماز نمیشه بزن. نمازخوان بس همه جهتا چی باشد؟ طوری باشد. همه جهتا انشاءالله خدا خواهد پاک باشد. نمی نماز بانداز، نماز پیش خوفتن تر نکنه خواهد. تلویزیون را غریبا ندارم، تلویزیون بشام. خود تلویزیون را باید سریعت رفت کم میمونی، بعد سوال بعد نمیشی. بینه نیوز ترقیات دنیا را بینه. فوتبال خواهد مونه رفت کم نگیریم، ولی رفتی با خواهد تا سرم تماشاش کرد. لیکن نماز از دست نکنیم. نماز جماعت از دست نکنیم. این نماز است که من بینه. کسی که اگر نماز خوفتن خودم با جماعت بگم. یکی شب از زنده داشتگی ثواب شعبو بداره. این زندگانی شب بسیار دشوار است. این دوستای خدا زنده بداره تا سحر خدا فرضی که نکنی عبادت بکنه. کسی که نمازی بامداد آمد اگر با جماعت خند بالکل نزد الله طاعت عبادت کنه. این شب زنده داری از ثواب شده. من فایده از ما شما ثواب گرفته میکنیم. ثواب نمیتونه کرده 10 منون نماز نخونی خلاص و میریم خداقت پیشی زمان و میریم پیشی فردمان و میریم خواب میریم 20 مینوت نه عجله میشیم. این مکافات را الله سبحانه برای ما بیپول داده کرد. بدانید در دنیا این بی‌قدرترین مسجد ها اساس دیگر آن کسش پول گرفته است. ببینید یا گرفته است از مسجد میده آن کس چون نماز را گفته است. همه دنیا را رویش و پول است. موزه روی باید پیشه دیگه بیلت گیر. ببینید این خدا هیچ قدرش بکن نمیدرسه. این قدر همین ناز و نعمت ها برای انسان. انسان هم برادر خدا مبارک نخواهد انشاءالله. یعنی تقریبا 1 سال 1 سال ضربه زدم. الحمدلله این خانه را برپا کردم. انشاءالله خدا خواهد این دنیا هم اون دنیا هم کم شو نکنم. خدا خواهد انشاءالله. این دنیا هم اجر و شاهد میدید مکافات شد خواهد انشاءالله. اون دنیا هم انشاءالله الله سبحانه و تعالی بهتر میکنه. دویم مثال حدیث انشاءالله خدا خواهد کسی که میگن انشاءالله خدا خواهد نماز و خدا خواهد و جماعت بخونند انشاءالله. پیامبر اسلام گفتن من گفتم یک کس امامتی نمیفرمم امام شوم از عقل میبینم کسانی که به نماز جماعت نیاید خونش گفتن طلاق کنم. حدیث امام مسلم. اگر کسی که گفتن نماز جماعت نیاید من در عقل میگم کسی امام میکنم و امام شما در عقل میبینم کسی که نماز و جماعت نآمد و یا خانهش رفته من طلاق میزنم. حتی اون مکتوب دیگه یک صحابه چشماش بود واجد رسول رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که یا پیغمبر بزرگوار من چشمام پور است من نمیبینم. یکان که صاحب نیست که من اعتراف کنم چه کنم مسجد بیایم اجازه که من نماز خوندن در خانه کنم. رسول الله با اجازه دادم گفتن هل تسمع الاذان یا ام مکتوب گفتن اذان میشنوید گفتن آیا خیلی باشه بدانه باشه زده مسجد بریم. حتی دعوای پیامبر اسلام و سلام تا آدمای چشماش عاجز صاحب نداشتن از خانه مسجد تا خانه هایشون بنده کشیده بودگی بدن. وقتی که نماز که حضرت بلال که حی علی الصلاة حی علی الفلاح که گفت چما میکردن خسته دولت داشت نکردن اما بندگان قبیله و مسجد انشاءالله حاضر میشدن. این کافرهای معمولی بدبخت چما میکردن همون تای پاش نمیکافتن بیچاره. چهار تلفن باشه گفتن گاه ها میگفتن چیزای تیز میبستن دستکاشون میبریدن. این بدبخت ها ببینیم آمون لیکن از مسجد نمیدن. با حقیقت حالی ما شما بگید الحمدلله چشمی بینا داریم. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله زبانی گویا داریم پای روان داریم اما 4 اعضا مبتن است. برای شیخ خدا خواهد مسجد میانیم. برای شیخ انشاءالله خواهد مسجد اشتاد بکنیم. حتی
آغاز میکنند. دیگه شما یک کسی که دائم پایبند نماز و مسجد اومده میره باید بشارتی به ایمان است. یعنی بشیرو میگه ماشین فی الظلمه، گفتم پیغمبر بشارت یک کسانی که در تاریکی ها مسجد میآیند. امروز ما شکر کنیم خدا خدمت دوره‌های شورای نماز میخوانم الحمدلله 80 سالا خدا نماز میخوانم از خودکی من نماز میخوانم خدا بدرگاهش قبول کنه. همه وقت این خیلی دور به خدایی بود. مسجدها جاری نبود. یک مسجدی کهنه داشتیم بیچاره موسیقی‌ها با شمچراغ‌ها می‌موندن. برف بلند می‌بارید موسیقی‌ها می‌موندن پیش. تاریک کریستال‌ها در اینجا بود. این خیلی در هم زمانه بودید این دموکرات خلافت بی‌نظیر روای اصفهان. این چیزها شکرانه کردیم باشیم. می‌ترسیدیم مسجد اومدن نمی‌ترسیدیم. همه جا چکلک‌وار بود. همه دوزی نماز بخون می‌گرفتیم. روزا عید میشد پشتای کوه می‌رفتیم. در این موارد می‌رفتیم. چند سال می‌افتادم بودم. مبادا پرسن یا پس این خلاف جو مهمانی اومد و می‌گفتن همه می‌گرفتن. با ترس و درس نهاتی بودم میگم من این روز دموکرات. الحمدلله. شکر به خدا کنید. این مسجدها عشق نه. این مسجدهای زیبا الحمدلله. این تعارف‌ها همش از باعث تینجی باعث خلافت غیرت و حرکت جناب اولی است. الحمدلله. یادش شکر کنیم ماشین. این روزا ندیدم. حتی بابام رو میشنیدم موضوع میگم که کاش که یک بار اما معرف میشنیده باشه. کاش که یک نماز جواب بکن باشه. با درس و درس مبار بکنه. در همین دور شودری چقدر آدم ها به ارمون مدام رفتن. یک کس به گفته نمیتونستم. من پدرم خدا خواست با الله بود یکان جا برادم با کاری که بچه هم پرسن نمیتونیم بگفتن ای درس. امروز من الحمدلله صحبت ها بینید. امروز امر معروف ها بینید. امروز خدا خواهد دانشگاه ها بینید. شکرانه باید باشه انشاءالله که این خدا انشاءالله. اگر همین هم نکنه باید نکنه فقط خدا سختری شما جزا بگید. این خیلی سیاد این خیلی شرایط نیسته. سیری توی شکر گیره باید کنید. این گیره بکنه به سمکن گیره بیشتر بیجا بود. در نماز میخونده ما سجده میکنده روزایی خونه کندن پیشونی من نکشتم خیشونو. ای بالای محسوس کنیم میکشید بیچاره ای تحصیل خدا شمچوکش کرد میزه به دومی کنم. این رو بینید آبی گرمی آبی خونگی خیلی شرایط نشد. اگر این روزا خوب مسافرتا باید که زنده باشه نکنه باید نمیکنه که همین دعوه نصیبه برست. این دعوه خدا رسولش نشکر کنید انشاءالله. هر وقت نماز خدا خود دعای خوب کنید انشاءالله. این خیلی نشدید نماز. یعنی اومد در اینجا کی بخواست که خیلی محصیل رو نماز بکنید. همه شهر زمانی تینگی آزایدگی سیاست جناب عالی کنید. دعا کنید در شب بود. این نشید رو کنید که نوزم. الحمد باید خوب بشه اگر ما خوب شید. این نظر نشه اگر ما با صبر و با تحمل با ایشان خدا خچی باشید. صبر و طاقت باشید. خدا نمیگه سید الله این الله مع الصابرین. خدا برای صبر کننده است داریم. من صبر کردیم به این روز دست انشاءالله. تو نمی با اگر خدا خواست صبر و طاقت این ما خوب تمامی روز. ولی خدا نمیگه که من چیزایی میارم که در خیال شما نیست در خیال نیست. و اگر اون پیشنهاد هست که تلفن تلخص میکنه تلفن که بگه تمام دنیا که دیده گفت است در پیشه این شکرانه نیست این نعمت نیست خدا انشاءالله. این مسجدهای زیبا نعمت نیست الحمدلله. اینا با قدرش خدا همون شده. انس از این رسول الله روایت میکنه کسی که 40 روز اگر نماز با جماعت بخونه 40 روز در هم عقیل ایمان اگر 40 روز حتی تکبیر تحریمه از دست نده. تکبیر تحریمه بوده چیز بستن انشاءالله خدا خواهد بستا. همین تکبیر تحریمه باید که خدا خواهد انشاءالله ایمان به شما نزدیک کنه. التکبیر التحریمه خیر من الدنیا و ما فیها بگه پیغمبر روزگار. تکبیر تحریمه ایمان به پیوست کردن مقتدی ها آنچه که در دنیا از دنیا هم بهتر است. آمدی خدا خواهد حرکت کن خدا خواهد الله اکبر آخرونی ایمان به پس کردن شما چکا کنید دستمون در بوشکان و رسول الله انشاءالله خدا خواهد الله اکبر چکا کنید ایمان به پیوست شدن بدانید 40 روز اگر کسی که نمازی 5 وقته با جماعت کنند دوتا دوری خدا بدادنش دوری برای اتایی دوتا دوری یکیش انشاءالله که از آتش دوزخ دور شدن خدا دوزخ برای شما حرام میکند این نظر یکیش از نفاق منافقی دور میکند این نمازهای جهاد چقدر مکافات داد از ظالمان چقدر مکافات داد
الله انشاءالله قبولش کنه. یک چند نفر آدم هستن. یعنی کلام اول کسی که تنها برای قرائت میکنه. عزیزان من الحمدلله نماز را با قرائت کنید. قرائت معناش فراغ قرآن کنید، تجوید کنید. همین تجوید الحمدلله خداوند انشاءالله من اینترنت ها رو میدن همه تجویدات داده که چی زبان ازبکی، تاجیکی میخوان، عربی میخوان، همه بودی تجوید بوده که فراغ قرآن. الان شما ماشین میخره یا کم شب خداوند فراغ شب خداوند ببین مثلا کوچه ماشین نمیکنی که فراغ شب خداوند چیکار میکنی؟ انشاءالله خداوند بعد اون نسال بشی. همچنین قرآن هم انشاءالله فراغ داره خداوند انشاءالله. همین فراغ قرآن خداوند خوندن بعد چیکار کنی خداوند انشاءالله قرآن بخونی خداوند انشاءالله. حتی مفسدات نماز از فاسد کننده‌های نماز نمیگه که کسی که قرائت شایع میشه نمازش فاسد میشه. خدا نمیگه. بلکه الحمدلله مصطفی همه من از کتاب‌های معلم سنی مگه ببینید همه مثال‌ها به حرفاش دادگی است. تلفظاش هم دادگی است. استاد هم در کار است. خود خداوند انشاءالله خواننده با هر نماز دوامات تشنش شرحاش کرده. اگر آدم دقت با دقت بده باشه با شرحاش نیست که از کجا میاد چقدر تلفظ کلامش باز میشه کلامش باریک بشه الحمدلله خداوند حرکت کنه با برای رکعت کنید دیومش خداوند انشاءالله کسی که زکات نمیده برادر اسلام زکات فرض است زکات بدون چی است زکات کسانی که انشاءالله خداوند بایگری دارد 85 گرم طلا اگر قیمت رسد 85 گرم طلا قیمت پول رسد شما با حساب میشید بگه وقتی شما با حساب شده البته از همه دنیا فاحش بیچاره کمبغلا یتیما خداخواهر بیکسا انشاءالله خداوند که سال به حالت در محتاج است همون چیز خداوند بگی این را نماز بخدا کامل چون خداوند وعده کرده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة و ایتاء الزکات شما نماز برپا کنید بعد نماز برپا کردن شدن بعد زکات‌های بالاتون بدید ببینید کسی که نماز بخونه و زکات اونش برپا میرسد نتیه نماز خدا قبول نمیکنه ببینید چه نیست این هیچی فایده نداره یا شاید 600 افراد من انشاءالله ازبکستان مونده خداوند 25 میلیون خداوند زیاد باشه چی میشید انشاءالله نصاب یعنی زکات بوی بشه اگه 25 میلیون دونیم فایده شود 600,000 میشه دو خطا میشه یا سه خطا میشه نه که الله سبحانه و تعالی تا سال دیگر به خداوند 20 خطا کرده خدا میگه دیگر پول خداوند گم نمیشه پول نمیده پول در حلال در نمیگیره چون که بانک الهی نمیگذره الهی کفالت بایگری شما میگیره زکات چون خداوند فایده داره اگر ما بانکش نمیره اگر بترسید خداوند بانکرات میکنه یهودی گفت که من همین زکات امام نبودیم که اگر گفتی محمد نادرست باشد اومده گفت سری محمد میدید بعد میگه طرف شام میگه بایی دولت چفرسون میگه بایی گریشن یا محلی خبر آمد که میگه یک گروه یعنی کاروانها را به گفتن این دوزار دزیدن اعلام شد اون گفت که محمد نمیشه گفت این کی باشد با الله وقت ایسا که با خطومت که کاروانی پیشی نزدن از ما سیحت و سلامت رسیده آمده پیش رسول ایمان آقا که دینه بحر نترس بکنه برادر کم نداشت او نولو چقدر خیلی از اون همون قدر خدا دولت را زیاده میکنه حتی سخی ها انشاءالله یکتون جنت بذاره کسی که سخی است خداوند محلت خداوند دائم خیلی از اون کده بسته دائم محتاج از خودش خبر گرفته بسته خداوند دائم چون که پیغمبری گروه همیشه بودن انشاءالله تو خیال نکنه که شما همه بابایه تمام دنیا همه مملکت و همه شهرها سه طبقه زندگی میکنن این قانون الهیه کمبغل میانه حال با هر محتاج هستن که الحمدلله ایمان شده نمیشه که اومده شما رو باید که من نخواهیم اینکه همه میدونیم خدا فرما حلا همه میدونیم انشاءالله محتاج رو خداوند بدیم بعد آدم کم نمیشه شاید میگه تو مثل میگه دیشب نباش دایم به طرف خود متناش تو مثل خدا خواهد اره باش گاه با پیش و گاه برکن باید دست جمعش کرده باید دست بودش بهش بکنه بعد خدا دولت برکن عمر برکن میده حتی از صدقه تو میگه ترفت البلا و تزید العمر کو پیغمبر صدقه بلا را رد میکنه عمر زیاده بکنه و که من دراز کرد
چون که اون کمبغل به تو در حق دعا بکنه. چی دعا بکنه؟ فقط دولت چه اینم زیاد بکنه. یا نبگه دعای باید نبکنه، حقارت نبکنه برو بگه من در پول دولت با برات خرسند میشه نبا از تحت دید دومن جاشو نکن. من توی هم بینه انا توی هم برای کمبغل ها از ما شما چی خلافت باید دل نشون بگتی ها خدا آقای گوسپند رو میونشتن گوسپند کشتن میدونم بیچاره باید کمبغل در سر بگوش میدیم استاولش بگیم گمش کنم با همون گوش خود سرده آقا بشنه او بیچاره کمبغل باید یکنه منتوز لبکش شماش گردن این مرکه نیست. اگر جواب میدیم پیغمبر بزرگ علیه السلام برکت میگه برای کمبغل و بیچاراتی که یک روز هم باشه از چی؟ از خوردن و آشامیدن محتاج میشه. یک روز باشه در انشاءالله ما کمبغل پرست باشیم عزیزان من ما محتاجا پرستش کنیم چونکه پیغمبر بزرگ شیش جوش خیل نیست با کمبغل باشیم باید بکنیم خدا باید کنیم از دولت نکی هر شبه آخر نتی این روز قیامت خدا دوام قیامت میگه کسانی که میگن زکاتشون نمیدن روز قیامت همون زکاتاشون میگه تصفانده میشه و میگه سرخ کرده میشه پیش مولم نمیدونم حالا که قدرستان نمیدونم که مثال و تقمش بدن پیشنباره گون نشیدم همچنان میگه در پیشانی در دل در پشت تقمه میزنه مفسران که گفته برای چی خدا پیشونی و دل و پیش گفته چون که میگه اگر خدا کمبغل است پیشش چیز بکنید بعد خیلی جواب بعدیش میگه باید نمیدونه یا که پیش میگردونه که گذشته بلازم شد برای خدای دولا این خدایی که نمیگی در پشت میزنه